بدنی دراز و باریک، دمی بلند و پرمو، گوش‌های گرد و کوچک، دست و پای کوتاه با ناخن‌های بلند و قوی و پوزه‌ای کشیده. خدنگ‌ها پستاندارانی گوشتخوار هستند، روزفعال و اجتماعی که اغلب به صورت زوج و یا با خانواده اش دیده می شود. شکاف صخره‌ها و حفره‌های زیرزمینی بهترین محل برای آنهاست. هر سانتیمتر از بدن این گوشتخوار برای وفق با محیط زندگیش طراحی شده است که باعث شده قسمت زیادی از کوه صفه قلمرو آنها باقی بماند. هرچند اکثراً در ارتفاعات پایین کوه صفه دیده می شود، اما به شدت انسانگریز، بی خطر برای کوهنوردان و در صورت دیدن انسان فوراً پنهان می شود. محیطی با انبوه درختچه‌ها برای آنها محل مناسبی است که در بین درختچه‌ها اغلب مشغول بازی و یا تغذیه هستند. رژیم غذایی بسیار متنوعی از جوندگان، مارها، مارمولک‌ها، پرندگان و حشرات و حتی مواد گیاهی مانند میوه دارد. خدنگ بسیار سریع است و همین امر باعث شده هم در شکار و هم بقا به خوبی دوام بیاورد. خدنگ در صورت مشاهده خطر چند ثانیه به آن خیره شده و مثل گربه‌ها پشت خود را قوز می کند و حالت تهدیدآمیز و تهاجمی به خود می‌گیرد. بدن خدنگ نسبت به زهر مار کبرا مقاومت بسیار بالایی داره. مکانیزم دفاعی بدن خدنگ در مقابل گزش و نیش مار کبرا به این گونه است که سم مار کبرا از نوع کولینستراز بلاکره و به گیرنده های استیل کولین تومه متصل میشه و باعث فلج عضلانی و عصبی میشه که در نهایت منجر به مرگ تومه میشه. در بدن خدنگ گیرنده های استیل کولین بسیار پیشرفته و جهش یافته است
برای همین مقاومت بسیار بالایی در مقابل گزش مار کبرا داره. البته که این به معنای مسئولیت کامل بدن خدنگ در مقابل زهر این مار نیست، چون مقاومت خدنگ در برابر زهر مار کبرا به تعداد دفعات گزش و زهر تزریقی بستگی داره.